سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. امروز در خدمت شما هستم از صدای دروغگویان که راجع به مسکندار شدن و خانه‌دار شدن با شما عزیزان صحبت کنم. روایتی هست گفته شده برای کسانی که میخوان خانه‌دار شن و مسکندار بشن باید چیکار بکنن که مسکندار بشن. البته راه روشش برای مسکن‌هایی که مثلا حیاط داره فرق میکنه برای آپارتمان. چطوره با مونده ها ملت نمک نشناس خودتون یاد بدم دیگه. ببین عزیزان، اصلا به درس و مدرک گرفتن و چه میدونم اینجور چیزا اصلا احتیاجی نیست. نه همه رو بذارید کنار. روایت گفته شده آره والا. ببینید نماز صبح 2 رکعت که خوندید، نماز صبح که میخونید 2 رکعت اضافه تر بخونید، بعد تموم که شد یه 100 تا 110 تا هم یه صلوات بفرستید، یه حدود 200 تا هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اونم بگید، میشید خونه دار. البته عزیزان فرق میکنه، این یه خونه ساده است، مثلا یه 2 تا خواب است. بعد اگر شما مثلا بالکنی میخواید برای خونتون، خب باید یه مقداری بیشتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بندازید روش، یه 50 تا دیگه بیشتر برای بالکنی بخونید. بعد مثلا اگر حمومتون مثلا میخواید بزرگتر باشه با کاشیای یونانی، خب اون بازم احتیاج داره، باید یه 50 تا دیگه هم مثلا صلوات روش بفرستید. آره دیگه، بستگی داره خونه با خونه. بعد اگه آپارتمان خواستید مثلا طبقه 30، خب اون برنامه‌اش فرق میکنه. همون نماز صبح که 2 رکعت خوندی رو بخونید، بعد حدود 200 تا صلوات، حدود 200-300 تا هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم روش بزنید. البته طبقه با طبقه فرق داره. بعد عزیزان شما اگه الان دقت کرده باشید به سفیر ونزوئلا، سفیر قبلی ونزوئلا، پسرش همون ساشا کوتوله هست، همونو میگم. در اینستاگرام هم مطمئنم که شما در صفحش ترسه زیاد میزنید. اگه دقت کرده باشید میبینید که خونه هایی رو که بهتون نشون میده اونا همه نتیجه نمازهای صبح و صلوات هایی که داره میفرسته. برای اونقدر زیاد فرستاده که اصلا نه تنها خونه داره، ماشیناش هم که دیدید. حالا بعضی هم میگین که اصلا ما طیاره میخوایم. برای خریدن طیاره عزیزان شما باید نماز جعفر طیار رو بخونید. آره والا. و اونهایی هم که علاقه‌مند به پراید هستید، پراید میخواید سوار شید، نماز وحشت 2 رکعت نماز وحشت صاحب پراید میشید. طیاره رو که بهتون یاد دادم، نماز جعفر طیار برای هواپیما. البته هلیکوپتر رو دیگه، هلیکوپتر هم جز همون حساب میشه. آره والا. برید عزیزان ملت نمک نشناس، شما برید صلواتتون رو بفرستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو یادتون نره، اون خیلی مهمه. توف بر شیطان، توف هم بندازید تو صورتش که چیکار کنید که شما بتونید مسکندار بشید. من دیگه در خدمتتون هستم. من این اطلاعات رو با کمال میل در اختیار شما خواهم گذاشت. در صدای دروغگویان در خدمت شما هستیم تا انشالله در کارشناسی بعدی. فعلا خداحافظ ملت نمک نشناس، تا آینده. بای خداحافظ.
بشن اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز عین نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و بعد از نماز 110 بار صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن، قطعا انشاءالله صاحب خونه خواهند شد و وقتی که خونه دار شدن روضه مسلم ابن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن، به خاطر اینکه این حضرت به خانه پناه آوردند برای نجات جونشون و انشاءالله به برکت این هر کسی که صاحب خانه ای میخواد بشه صاحب منزل بشه. یه دستورالعمل دیگه کسی که گفته شده که برای کسایی که میخوان خونه دار بشن اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز عین نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام و بعد از نماز 110 بار صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن، قطعا انشاءالله صاحب خونه خواهند شد و وقتی که خونه دار شدن روضه مسلم ابن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن، به خاطر اینکه این حضرت به خانه پناه آوردند برای نجات جونشون و انشاءالله به برکت این هر کسی